چی موتر جور کردی؟ امروز دنیای تو موترها جور کرده، موتر که گپ میزنه. استاد جمشید رسا، من دیدم این ویدیو رو، گفتن که راه حل عبور افغانستان از این مرحله موتر ساختن نیست، ولی بعدش من ندیدم که راهکاری ارائه بدن. اختراع هنوزم باورم به است که اختراع یا یک چیزی رو شما به وجود میارین که قبلا نیست. موتر شاید در قرن 18 جور شده باشه، متوجه شدین دیگه؟ ساختن موتر اختراع نیست. این یک گپ. اون کس که اول ساخته اونم مخترع موتر است. اما یک کار دیگه هم است که بله یک کسی مخترع از این گلاس است، ولی شما میایین یک نوآوری دیگه میکنین که قبلا نبوده. سلام دوستان عزیز. در این ویدیو سخنان دکتر جمشید رسا در مورد انجینیر رضا احمدی را ببینید. بعد سخنان رضا در مورد دکتر جمشید رسا و بعد از مشکلات که در صفحات اجتماعی ایجاد شد. دکتر جمشید رسا ویدیو ساخت یک موتر با چوب را در صفحه خود نشر کرد. و بعد از آن صحبت‌های در برنامه فرهاد رامکی را ببینید. یا این برادر عزیز ما که رفیق ما است در محفلم بودیم، من دوستش دارم، به خدا ما برش در برنامه گفتم من چوره کت کرده یا نکردم، ازش خواهش کردم، گفتم تو خوب سخنران هستی. رضا جان میگم، رضا احمدی را گفتم تو دیر شد این موتر ساختم، بسیار خوب سخنران هستی که چی موتر جور کردی؟ امروز دنیای تو موترها جور کرده، موتر که گپ میزنه، سویچ میکنه، پایین میشه، بالا میشه، تو میشه، تو میشه، تایرش تو میشه. این چیزا مردم جور کرده. تو یک بادی جور کردی، خویره دی سرای غزنی برو، هر مستری را بگو یک بادی را میگیره سر 4 تایر میمونه، ماشین کرولا را بند میکنه بلوان. این چی شد؟ این نیست عزیز دل من. باز فرض مثال امیر ساختی، جهان فرمایش داد که 100 تا از این برنامه جور کنه، کجا جور میکنی؟ 3 سال منتظر میشینه جهان که یک تا جور کنی. حیف چند هزار دلار، $1,00,000 مصرف کردی را بار که برای $1,00,000 همینجا میگرفتی، مردم هم میگن که بیاد نشد. من همین یک تجارت نگاه میکنم، برو من دفاعش میکردم. این کار بی ارزش بود عزیز دل من. ارزش همه قوه، همه انرژی و همه مصرف پول نداشت. حق میزنم خفه نشین. به نظر من ساختن یک هلیکوپتری که در اینجا میسازن 3 سال 4 لک روپیه مصرف کرده، ولی من یک هلیکوپتر ساختم که چی؟ تو شرکت تولیدی داری، تو به جهان صادر میکنی، حیف وقتت، حیف پول کت، 3 لک روپیه فامیلت 3 سال میچلی، 5-6 سال میچلی. قطعا که نظرشون قابل احترام، من لطف دارن ایشون به عنوان یک استاد فن بیان، میگن فن بیان من خوبه، لطف ایشونه، ولی من فکر کنم که استاد فن بیان شما یک ساعتی تو شهر، یک گشتی در سطح شهر بزنید بسیار زیاده. به فاصله 100 متر به 100 متر شما یک کورس آموزش فن بیان میبینید و بسیار هم شاگرد دارن. ما کسی که فن بیانش خوب باشه سخنران تو افغانستان کم نداریم، بسیار زیاد داریم. کسی که موتر بسازه و این کار رو انجام بده کمه. من باید وظیفه خودم انجام بدم. و دو، استاد جمشید رسا، من دیدم این ویدیو رو، گفتن که راه حل عبور افغانستان از این مرحله موتر ساختن نیست، ولی بعدش من ندیدم که راهکاری ارائه بدن. راهکارش چیست؟ ما چندین ماه پیش که ناو انجینیر صاحب رضا احمدی بله سر موتر خود کار میکردن، ما سمینار داشتیم سر 100 صفت جوان سالم که این صفت ها را داره. در یک جای سر تفکر بود، من تعریف کردم، گفتم من آدم یک فکر ایجاد کرده، جلب توجه کرده، کمکم جلب کرده و نام خدا چی فن بیانی داره که ما شما در یک برنامه میمانم بودیم با هم. بله با هم و من برش گفتم که آدم دوست داشتنی و چه فن بیانی داره. اما در یک قسمت گپ سر کار موثر آمد. شما میفهمین که من همیشه مثال میتم، همیشه همی دوستا که به بحثای من توجه میکنن به خاطر من مثالای زنده و ملموس که حتی سر خودم بوده، سر شما بوده، سر هر کس که بوده، ما مثال گفتیم. بله چون ما در یک اجتماع مثل فامیل احساس میکنیم، اون احساس نزدیکی را داریم. سر کار موثر بحث بود
بعد اونجا گفتم که انسان ها تقسیم بندی میشه از نظر کار، ولی جوان سالم کار موثر میکنه. مثلا در تخته نشته کردیم که مثلا بعضیا بردگاه ضرر میرسانه. از اینا کدامونایی که در خانه فلج هم نشستن و بیکار و از این ضرر رسانا کده خوب هستن. بشه از اینا کده مثلا یک معتادی هم که ضرر نمیرسانه خوب است. از معتاد کده باز گفتم کار ما خوب است، حداقل اینه در خدمت شماستم. از ما کده کار رضا جان مهم است که موتر جور میکنه، ولی گفتم همین کار مهم نیست. این اگه شما مثلا در سرای غزنی هم برین، یک کسی که کپی کشی بلد است یک دیزاین بر شما جور میکنه، یک ماشین هم از یک موتر مندازه، این میشه. بحث ما بود که یعنی اختراع نیست. اختراع هنوزم باورم به است که اختراع یا یک چیزی رو شما به وجود میارین که قبلا نیست. موتر شاید در قرن 18 جور شده باشه، متوجه شدین دیگه. ساختن موتر اختراع نیست. این یک گپ. اون کس که اول ساخته اونمون مخترع موتر است. اما یک کار دیگه هم است که بله یک کسی مخترع از این گلاس است، ولی شما میین یک نوآوری دیگه میکنین که قبلا نبوده. مثلا شما یک سیستمی به کار میبرین که مثلا این چای سرد نکنه، فرض مثال 24 ساعت چای نگاه بتونه، یک نوآوری شما میکنین. یعنی اگه شما میین امروز در موتر کار میکنین، باید یک کاری کنین که قبلا در موترها نبوده باشه. مثلا شما بگین ما یک موتر جور کردیم که هر چی کنی چپه نشه، یا ما موتر جور کردیم که با کمترین تیل ریکارد بسته کردیم که کمترین مصرف داره، یا مثلا به انرژی آفتاب میگیره. یک چیز نو باید باشه، یا سرعتش زیاد باشه، یک چیزی بالاخره که قبلا نباشه. یعنی دو چیز میشه شما در تعریف اختراع را داشته باشید. بحث من این بود. ولی ما دمو وقت هم گفتیم که رضا بسیار بزرگوار است و باور من به است رامکی صاحب که ما و شما به اساس آزادی بیان اجازه داریم در مورد کار هر کس گپ بزنیم، یک مثال بدیم. مثلا دوستان میتونه بگن برنامه تو هیچ خوب نیست، اگه دلیل هم بیاره چی خوب، اگه نبیارم حق داره بگه هیچ برنامه خوب نیست. ولی این حق نداریم سر شخصیت حمله کنیم. شخصیت من مثلا شاید 1000 ساعت ما صحبت کرده باشم یا بیشتر، تا بالی ما به شخصیت یک نفرم تعرض نکردیم. ولی کار از شخصیت که از جداست. باور ما چوری گپ هم مطرح شد که در اون وقت کلیگی تشویق شده بود. هر کس میدید یک موتر جور کرده رئیس، یکی هلیکوپتر جور کرده، میگه ما دی 3 لک یا 5 لک گفت مصرف کردیم، اینا هم گفت 5 سال مثلا از این کار کردیم. من چیزی گفتم باید گفته شو که می روان دیگه توقف کنه. حالا شما اگه یک کاری که قدر موثر نیست تشویق میکنین، دگام زیاد میشه و هر کس 5 لک و 3 لک و 4 لک خانه خود مصرف میکنه، یک هلیکوپتری جور میکنه که از جای خودم پرواز کرده نمیتونه. اینا نمیفهم شما در امی چی مخالف ما باشین. شدیداً بگوین کجا کارهای ما گپ ما اشتباه بوده که ما اینی را گرفتن موضوع قومی ساختن که نه تو به فلانه قوم دالی که شما از نزدیک ما و شما بعد از اینکه آشنا شدیم، شما یک روز از دان ما یا ما قدر وقت دوستا که من صحبت میکنم کلمه سمت و زبان و منطقه و اینا را و متاسفانه یک چیزی متوجه شدم که چقدر رگ ما تعصب جای گرفته که شما وقتی یک کار میگین او را به قوم نسبت میتن.